در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت، برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه‌های گذشته کسالت داشتم و یک ماه اخیر را مسافر بودم. جلسات رادیو کتاب تعطیل شده بود و احساس ناراحتی می کردم. دلم برای دیدن دانشمندان همراه رادیو کتاب و خواندن نظرات مخاطبان تنگ شده بود. خدا را شکرگزارم که بار دیگر در خدمت دانشمندان و صاحب نظران هستم و با هم تلاش نماییم تا تحلیل جامع از رسالت ابررسانه ها یا رسانه های بزرگ و همچنان رسالت خودمان در برابر رسانه های اجتماعی را تحلیل نماییم. امیدوارم این برنامه گام کوچکی باشد در جهت معرفی اسلام حقیقی. اگر اجازه دوستا باشه، گپ اول با نمیفهمم که مسنترین عضو گروه شروع کنیم یا جوانترین. با دکتر صاحب یونس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم با شما آقای محسنی و میمونان گران قدر شما. اگر من مسنترین هستم دیگه، من یک تعارف در زندگی خود میدانم، برای از اینکه من هیچ وقت خوش ندارم که نه سن خود پنهان کنم نه سن همسر من بیبی فوزیه جان پنهان کنم، برای اینکه یک روز آدم و یا یکی از مسائل کلتوریست که من نمیفهم چرا یک تعداد خانم‌ها سن خود پنهان میکنن یا یک تعداد مردا سن خود پنهان میکنن. یک مسئله به نظر شخص من غلط است. هر کس در یک روزی تولد شده و در یک روز از دنیا میره. به موی سفیدا اول وقت دادین. موضوع رسانه هاست. اسم که شما خبر دارین من 30 سال برنامه داشتم در تلویزیون های مختلف که بالاخره در سن 70 من یک سال پیش در سن 69 من تصمیم گرفتم که من دیگه در رسانه ها نمی باشم و این یک تصمیم بسیار جدی بود، برای از اینکه 30 سال برنامه سازی بالکل کافی بود. برنامه دکتر یونس شو و من اسلام نظر به مقتضیات عصر حاضر بود و امور معرفی میکردم. من فکر میکنم که بخشای رسانه‌ای مثلا کسی که برنامه تلویزیونی داره و حتما یک مسیج داره، یک پیام داره، و کسایی که فیسبوک داره، فیسبوک یک چیز غیر علمی است و نقل قول از فیسبوک و اینا تا جایی که من مطالعه کردیم و دانشمندان مطبوعات میگن و ما در دانشگاه که بودیم کسی مثلا از یک وبسایت و اینا غیر علمی یک چیز نقل قول میکرد، ما او را قبول نمیکردیم. باید که وبسایت از یک یونیورسیتی می بود و یک دانشمندی از یونیورسیتی یک چیز نوشته کرده می بود، تحقیق خود او درست است. اما یک چیزی که بسیار مهم است که فیسبوک، هر کس در فیسبوک است و او یک منبع علمی و قابل اعتماد قطعا نیست. اینا وبسایت های شخصی است که در وبسایت های شخصی کسای وبسایت شخصی می داشته باشن کنا مسائل علمی خود مطرح میکنن و در اختیار دیگران میمونن. که من خودم یک وبسایت دارم www.dryunus.com. من تمام مطالب اسلامی و برنامه‌ای که ما داشتیم در اوجه است، کتابایی که نوشته کردیم در اوجه است. پیام از طریق از او وبسایت هم است که من یک محقق اسلامی و مسلمان و بعد از اسلامیستم و یکی هم رسانه های رادیویی است که یک وجه مشترک بین رسانه تلویزیونی و رادیویی است که باید که گوینده بسیار عامفهم صحبت کنه، برای از اینکه همین ژورنالیسم، چون سبک ژورنالیسم در غرب بنیان گذاشته شد با اینکه ما این از دوران امیر شیر علی خان روزنامه داشتیم میگم، اما سبک تلویزیون و رادیو و اینا زیادتر سبک گفتاری است
یعنی اگه شما در پشت رادیو میشین بسیار مؤدبانه صحبت میکنین، این به این معنی نیست که شما بی‌تربیت صحبت کنین، منتها عام‌فهم اگه صحبت میکنین بیننده‌تان بسیار زیاد میباشه. و همچنین در تلویزیون ها، اما هر برنامه از خود یک پیام داره. ما امروز داریم در تلویزیون هایی که مطلق مخالف اسلام گپ میزنن و به طرفداری یک قوم گپ میزنن که این به نظر من یک مسلمان، شما پیشتر گفتین که اسلام واقعی این یک جفا به دین و خیانت به دین است که ما جانبداری های قومی کنیم و یا جانبداری های کنیم که ضد اسلام باشه و خودمون ادعا کنیم که ما مسلمان هستیم. دیگه از این خاطر یک چالش است که چطور ما، و یک چیزی که بسیار مهم است که ما اید از وقتی که در سال 1993 در تلویزیون صدا و سیمای افغانستان که توسط خلیل جان راغب گردانندگی میشد، من دعوت شدم که در اوج یک برنامه 5 دقیقه‌ای داشته باشم، برنامه ما و دین ما. در اینجا شما همون شخصیت و تفکر خودم معرفی میکنید، یعنی تنهایی نیست که چی محتوا را معرفی میکنید، در این زمان شما شخصیت خودم معرفی میکنید که شما تفکر شما چیست. و حال امروز در 13 سپتامبر 2023 که در این برنامه هستیم، شما میبینید که بعض برنامه سازا هستن که اینا مطلق نه تنها که افکار خود معرفی میکنن، اما شخصیت خودم معرفی میکنن که چه قسم بعضی که افکارشون شخصیتشون رو میسازن. من خودم شخصا بسیار زیاد لذت بردم در 30 سال یک تعداد زیاد برنامه در یوتیوب رفت، یک تعداد زیادش برای که وقتی که ما شروع کردیم وقت یوتیوب گپا نبود. پیامی که مدارم همیست که ما باید اگر میگیم که مسلمان هستیم باید که اسلام قسم معرفی کنیم که ما را بتانه که متحد بسازه و نه ای که ما را متفرق بسازه. ایش پیام ما است. اگر مسلمان هستیم و طرفداری از یک مذهب در شرایط کنونی امروز که ما داریم برنامه‌های تلویزیونی که مطلق به طرفداری سنی گپ میزنن یا مطلق به طرفداری شیعه گپ میزنن و حتی یکی دیگر را میکوبن، این برای اتحاد مسلمین در سطح جهانی به نظر من همیشه نظر من میگم برای از اینکه حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله میفرمایند که اختلاف نظر رحمت امت است. این به نظر من درست نیست. و یا به طرفداری یک قوم ما صحبت میکنیم یا کسایی را در برنامه میاریم که از یک قوم طرفداری میکنن و این اتحاد ملی ما را از بین میبره. پیام معنیست که ما باید واقعی بینانه صحبت کنیم، ولو که بعض وقتا خودمون تجربه کردیم که افکار ما و صحبتهای ما مورد قبول یک تعداد نمی باشه، اما تا جایی که در او بد اخلاقی نباشه و بی‌تربیگی نباشه، هر کس آزاد است که نظر خود بگویه بدون از اینکه به دیگران تجاوز کنه. اما فیسبوک اجازه بدین دکتر صاحب. بله بفرمایید. دکتر صاحب فخرالنساء چند دقیقه دست بالا کرده، انشالله باز در نوبت بعدی ادامه فرمایشات میشنم. دکتر صاحب بفرمایید. فخرالنساء. عرض سلام و ادب دارم. من فقط میخواستم با تایید صحبت‌های جناب دکتر صاحب فرید یونس که گفتن، از نظر من رسانه ها حیثیت گوش، زبان و چشم ملت داره، یک جامعه را داره، افراد یک جامعه را داره و راهنمایی کننده هستند به صوب فلاح یا به صوب بدبختی و نگونساری. دیگه آل او کسایی که در پشت رسانه ها قرار میگیرن، هم از رسانه های شما سوالتون دو جنبه داشت، یکی رسانه های جهانی که تبلیغات از اونها چقدر مؤثر است در اذهان عامه. یعنی من طفل بودم که با رادیو بی بی سی آشنا بودم، وقتی قبلگاه مرحومم چی در زندان بود چی در بیرون زندان، یکی از عادتهای همیشگیشان همی بود که حتما اخبار بی بی سی را گوش میکردن. یعنی بسیار خرد بودم که من صدای بی بی سی در گوشم هست. نظریات و بساب این رسانه های معتبری که در سابق تنها بی بی سی را در افغانستان مردم بیننده داشت، شنونده داشت بیننده نداشت. یعنی در وقتی که من خرد بودم، چون هنوز تلویزیون در افغانستان نامده بود و آل رسانه های معتبر دیگه هم هست، مثل CNN، مثلا فاکس نیوز یا از کشورهای کمونیستی، اونا
تبلیغات دیدگاه های خود در سر افکار عمومی جهانی دارن، یعنی کوشش میکنن که امی دیدگاه های جهان سمتیهی کنن، انجینیری کنن و به اون شکل که اینا میخواین اونمو شکل تمام مردم دنیا فکر کنن. مثلا ما شما بعد از حمله 11 سپتامبر دیدیم که ملت افغانستان در اون مسئله هیچ دخیل نبود، مگر افغانستان مورد اتهام قرار گرفت که به القاعده پناه داده، از او خاطر حمله شد در افغانستان و تقریبا 20 سال امریکا با یک جمع کثیر از کشورهای غربی در اونجا حضور داشتن و ظاهرا اونا میگفتن که ما آمدیم که القاعده را در افغانستان محو کنیم و مردم افغانستان را در اعمار یک کشور بزرگ نمونه در منطقه کمک کنیم. به هر حال من سردو نمیرم، یعنی دیدگاهی که از طرف رسانه های جهانی استکباری تبلیغ میشد، مردم افغانستان تقریبا و یا مردم منطقه به صورت عموم به مو دیدگاه سوق داده شدند و یک گروه را به حیث یعنی دشمنای خیالی در افغانستان یا بر سطح جهان تو نشان داده شد که نیمی مردم دشمن کل جهان است و متاسفانه برچسب زده شد به اسلام. یعنی اینمی گروه هایی را که توسط خود غرب به وجود آمده بود، اینا برچسب اسلامی گرفتن، چی القاعده بود، چی طالب بود، چی داعش است. اینا سازمان‌هایی هستند که از طریق ادارات استخباراتی جهانی شرق و غرب ترتیب شدن و به خورد جامعه جهانی قسم داده میشن که اینا نمایندگی از اسلام میکنن، که در صورتی که اینا هیچ وقت پیوند با اسلام نداشتن با اون شکل اساسیش، ظاهرا اسلام سوء استفاده میکنن. به هر حال در مورد رسانه های جهانی گفتم و دیدگاه من ای است که اونا به نفع خود او رقمی که میخواین که ذهنی اذهان عامه جهانه سوق بتن به طرف دیدگاه های خود. حالا آمدیم سر صحبت هایی که جناب دکتر فرید یونس کرد که من هم جزء از یک کاروان مطبوعات هستم در تلویزیون جهانی اسلامی ایمان. تقریبا از سال 2011 یک برنامه دارم به نام اسلام زن و زندگی و در اونجا تلاش مایی است که هم خودم نتیجه تحقیقات و ریسرچ خودم در مورد زن که چی حقوق داره و واقعا دیدگاه اسلام بر زن چی است امور بیان کنم، ام با نخبه های جامعه که میفهمون که اونا دیدگاه های روشن دارن در مورد مسائل حقوق زن و در جامعه افغانستان معمولا زنا با حربه دین کوبیده میشه، مثل کمیال نمونه عملیش ما شما میبینیم. بنان هدف ما تنویر بخشی ذهنیت خواهرای ما در مسائل دینی است و زدودن همی ترس به جایی که اینا دارن که فکر میکنن که دین مال مرد است و همیشه باید دین از زبان مردا یاد بگیره. به هر حال در این زمینه الحمدلله از عرصه سالها کار کردیم. با دکتر فرید یونس از تلویزیون نور شروع کرده بودیم، کونا در اونجا بودن، در تلویزیون های دیگه بودن. از اما وقت تا حال را تلاش من است که در پالوی از یک دیدگاه خود مطرح میکنم، دیدگاه های دیگه به حساب دانشمندا و نخبه های جامعه را همیشه جمع کردیم. من تایید میکنم که میگه کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خویش ادا میکند. اینمی بسیار گپ مهم است، به خاطر از که درست است که ما باید برابر درک و دانش ابنای زمان خود صحبت بکنیم، مگر به نظر من رسانه وظیفه داره که در بالا بردن سطح آگاهی مردم، در بالا بردن سطح دانش و به حساب تعلیم و تربیه مردم نقش بازی بکنه. اگر ما همونطور به حساب به اصطلاحات کردکی جامعه را استفاده میکنیم، پس به حساب جامعه با ما قهقرا میره و دیگه ادبیاتی که در کلاسیک ما داشتیم روز به روز به طرف نزول میره. امیال نسل جوان ما نمیتونه کتابای به حساب قبلی را بخوانن، حتی لغت ها را هم داشت بلد نیستن. به خاطر چی؟ که نیم قرنه که در افغانستان تحولات منفی صورت گرفته و وضع تعلیم تربیه بیشترین صدمه را خورده.
یعنی بیشترین خیانت در قسمت معارف افغانستان شده و سطح آگاهی جامعه نزول کرده میره و استثناء یک تعداد اشخاصی که اونا فردی تلاش کردن و کوشش کردن سطح آگاهی خود بلند ببرن. در سطح عام جامعه شما میبینید که یک شاگرد صنف 12 وقتی که یک نقطه مریضی نشته میکنه 10 تا غلطی املایی و یا انشایی شما رو پیدا میکنین. به هر حال هدف من این است که تایید میکنم که فیسبوک یا مثلا اینترنت یا ما شما ویکی‌پدیا و گپا را که میبینیم یا اعتبار علمی ندارن مگر یک منبع هستن که حداقل بساب جامعه میتونه تا اندازه بساب بجای از اینکه سرگرمی های منفی داشته باشن حداقل یک کم معلومات پیدا کنن. من فکر میکنم که دیگه دوستا فرصت داشته باشن زیاد صحبت نمیکنم. هدف من اینمی بود که نقش بسیار عمده و اساسی ما داریم و باید متوجه مسئولیت خود باشیم. بسیار تشکر. خیلی پیام خوب صاحب. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. مرا به یاد ادبیات باستانی انداختین. شاه جهان در هند پیش یک آینه چینی استاد بود و از امی آینه مشکنه. بعد ایشان میگه که از قضا آینه چینی شکست. دخترش که من اسمش یادم رفته بسیار فل بدا هم میگه خوب شد اسباب خودبینی شکست. رسانه های امروز در تلویزیون ها و همچنان در رسانه های شخصی چی از زوم باشه چی از فیسبوک متاسفانه اکثرا آینه خودبینی ما شده و تلاش از این برنامه است که از این چیز خود رها بکنه. بزرگوارای دیگه هم سهم بگیرن. یک سوال اگه مشخصا مطرح کنیم از دکتر صاحب یونس به خاطر که زیاد تجربه داره جوابش بشنیم. شما اثرات فیسبوک در جامعه فرهنگی افغانستان چی رقم ارزیابی میکنین دکتر صاحب؟ جایی که من فیسبوک ارزیابی میکنم به نظر شخص من 70% تخریبی است و 30% معلوماتی است. یعنی بعض مسائل در فیسبوک نشر میشه که یعنی اما 70% ببینن یک آدم ضد اسلام است، او یک نام مستعار به خود داده، عکس یک گلم مانده که هیچ شما نمیفهمید که کی است، در کجا است، در کدام کشور است و چنان اسلام میکوبه یا یک قوم میکوبه یا یک مذهب میکوبه که آدم بالکل حیرت میره. کوتاه بگویم که هر کسی که در فیسبوک یا تویتر یا هر چیزی که هست نظر شخصی مثل اول خودش باید یک اخلاق مدنی داشته باشه. حالا می دیروز ما یک مضمون من نشر شد در جاودان سر مسائل زن که شما او را خواندین و مسائل استعماری که درباره زن است از طرف غرب که همیشه میخواین که زنای ما به سبک خودشان زن باشن نه به سبک که ما میخوایم. و یک آدم بر من نوشته کرد که از این کثافتکاری ها و زینای عرب تیر شو، تو یک آدم باسواد هستی و تو من شک کردم که من به می کثافتکاری داخل ناخونک افتخار میکنم. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بر من اجازه نداده که من خودت توهین کنم، اما موقف خودت مرا به دین و آیین محکم تر کرد. ما هیچ یک هر کسی که در فیسبوک و تویتر و اینستاگرام و هر چی که داخل میشه من فکر میکنم نظرم است که اول باید یک اخلاق مدنی خودش داشته باشه. بسیار تشکر. خیلی عالی دکتر صاحب. خب دوستای دیگه هم دست بالا نکرده. من میرم سرمی جوانترین دکتر گروپ ما جناب آقای صمیمی. جوانترین ما رو گفتین شاید به دوستا بر نخوره. دکتر صاحب یونس با کمال صدای من رو دارن دوستا؟ بله صدای شما را داریم صاحب. دکتر صاحب یونس با کمال تواضع ریش سفیدی خود قبول کردن، گفتن که او تاریخ تولد و دیگه شما جوان هستین، از لیاقت و درایت و قلم توانای شما ما اطلاع دارم صاحب. در مورد رسانه ها بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. امشب شب ارتحال پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم هستیم. در این شب شهادت حضرت پیامبر گرامی اسلام است. من ارتحال ایشان را و به ساحت مقدس اولیاء الهی و همه خوبان روزگار و به شما حاضران در مجلس دوست همه مسلمانان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال که از جمله واقعی آن پیامبر عظیم الشأن باشه. برنامه بسیار ارزشمندی دیدید خصوصا با این موضوعی که موضوع بسیار مبتلا به هم هست در مورد مسئولیت رسانه ها،
مسئولیت خود رسانه ها و مسئولیت کسانی که رسانه دارند. بزرگواران مطالب ارزشمندی فرمودند و استفاده کردیم. حقیر هم حالا نکاتی رو شاید هم تکراری باشه. صدای منو دارید؟ صدای شما را بسیار ضعیف ساز. داریم. شما اگر تصویرتان خاموش کنین شاید صدایتون خوب شود. من یک دفعه خارج بشم دوباره وارد بشم. در مورد سوالاتی که مطرح شده بوده و عنوان برنامه بود بحث مسئولیت رسانه ها و دارندگان رسانه، تأملی که حقیر میکردم نسبت به بحث رسانه، اگه اجازه باشه یک از دوستان دیگه شروع کنه، من یک زنگ میزنم، یک بنده خدایی هی زنگ میزنم، من زنگ میشون جواب بدم. ایشان به نظرم عجله داره در پاسخ. راحت باشین. جناب آقای عادلی. بسم الله الرحمن الرحیم. من همینطور به خاطر که همی سوال دکتر صاحب فخرالنسام حتما در رابطه با رحلت پیامبر اسلام بود، چون در بین محدثان و راویا و شخصیت های بزرگ اسلامی یک نظریه که در 28 سفر پیامبر اسلام رحلت کرد و در رابطه با شهادتش هم بعضی البته بعضی تاریخ آمده که ران و پیامبر آورد و زهرالود بود و از این جهت هم بعضی هم میگه که پیامبر اسلام شهید شده. در صورت پیامبر بزرگوار اسلام که همونطور که قرآن کریم هم گفته انک لخلق العظیم، خلق عظیم خدا به او عطا کرد که ما ارتباط میگیره با بحث رسانه‌ای هم. پیامبر بزرگوار اسلام و نمو خلق عظیم داشت که دینش دین جهانی شد و رساترین رسانه شما بیاین 1400 سال از زمان پیامبر میگذره تا به امروز طولانی ترین رسانه میشه گفت که متاسفانه یک چیزی که رسانه های ما با او توجه نداره همی اخلاق رسانه‌ایه، مخصوصا بعضی از خبرنگارا را که آدم میبینه در مصاحبه هایی که داره سعی میکنه که آبروی یک کسی ببره و یک کسی را به طوری به چالش بکشه که او کم بیاره. یقینا اینا جزو اخلاق رسانه‌ای نیست و ای از اعتبار رسانه کم میکنه. گذشته از اینکه رسانه ها باید گزارش های درست و دقیق را بگه، چون از اعتبار رسانه ها کم میشن. فعلا که در جهان حاضر وسایل ارتباطی جمعی آمدن، رسانه های گروهی آمده که با انتقالات معلومات جدید تاثیر بر افکار عمومی مردم خیلی نقش داشته. خیلی تحولات در عصری که امروز دنیا به یک دهکده تبدیل شده. ما شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم که متفاوت امروز خیلی فراوان هم هستند. اگر همین لحظه یک خبری در یک گوشه دنیا شود، شاید اونایی که نزدیک باشه از نظر وجود فیزیکی خیلی تفاوت داره با یعنی سرعتش طوری است که اون جایی که در دورترین نقطه جهان هم باشه و اطلاعات به اون میرسه. از این جهت میگه که به یک دهکده تبدیل شده دنیا. مثل که یک مؤذن اگه در یک مسجد اذان بگه، صدایش هم کسایی که در اونجا هسته همه میشنه و اونمو رقم امروز هم اگر یک حرف، یک سخن، یک گزارش، یک خبری باشه همه میشنه و این خوبیای زیادی داره. متاسفانه مضرات هم زیادی داره شبکه‌های اجتماعی. مضراتش که بعضی دوستا گفتن، مثلا جناب دکتر صاحب اشاره کرد، آدرس های جعلی که اینا از اعتبار رسانه کم میکنه و اگر فیسبوک امروز اعتبار نداره چون صفحات جعلی زیاد درست شده و خیلی از صفحات جعلی رقیب خود، مخالف شخصی خود میکوبه و لذا و اعتبار نداره. اما اون چیزی که میشه به عنوان منبع باشه سایت هست که سایت آدرسش مشخصه، دومین اینایی که میگیره از کجا میگیره اینا مشخصه و در کل میشه گفت که مقالات، نوشته ها، گزارشات علمی تحقیقی اینا بیشتر در سایت ها میشه نشر کرد. 2-3 تا سایت خود من در اختیار داریم که من در همین کامنت هم آدرسش گذاشتم. یکی وبسایت شخصی خودم است که مربوط نشر آثار و افکار خود من میشه. البته هنوز موفق نشدیم که همه آثار خودم بالای 60 اثری که هنوز نوشته و چاپ شده PDF اینا رو بگذاریم.
بعضی کتابای ما هست ولی بیشتر مقالات تحقیقی، چه علمی چه سیاسی چه فرهنگی در این وبسایت گذاشته شده که به نام وبسایت نشر و آثار و افکار سید جعفر عادلی حسینی که به نام خودم هستم. یک سایت دیگر داریم به نام پایگاه اطلاع رسانی جهاد فرهنگی که هم بیش از، البته اینا هر کدامش نزدیک 20 سال فعالیت داره. سایت شخصی ما شاید 20 سال میشه، سایت دیگه هم بین 15 سال تا 18 سال تردید از ما است. سایت جهاد فرهنگی در اینجا مقالات دوستای خود نشر میکنیم در رابطه با مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گزارشاتی مربوط به نشست‌ها و گفتمان‌ها و سمینارها و اینا است. و در کنار از یک یوتیوب هم داریم که البته کار جمعیه تحت عنوان یوتیوب جهاد فرهنگی. جهاد فرهنگی به این معنیه که جهاد بعضی اشتباه میگیره که تا کلمه جهاد میگیره فکرش میره به می 4 دهه گذشته، به 40 سال گذشته، جنگ و نزاع و کشمکش هایی که هستن. خب اصل نفس جهاد همون تلاش است دیگه، به معنای همون بار فرهنگی شد. جهاد فرهنگی خوشبختانه در چند موضوع کار شده. یکی موضوعات تاریخیه، بعضی بزرگوار است، خاطرات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معرفی نخبه ها است که ما در اینجا از دکتر صاحب فخرالنساء که انصافا در بین خانوما هم به جنبه معنوی توجه داره، یک خانوم ارزشگرایه، و هم به جنبه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی توجه داره. میشه گفت جزء فعالان مدنی. ما از ایشان هم تقاضا میکنیم واقعا با شیوه مبارزه علامه فیضانی تا جایی را که آشنایی داریم. ایشان جز افتخاراتی نه تنها افغانستان، جهان اسلامه، چون ایشان ما در بعضی نوشته ها خواندیم که برای نزدیکی پیروان مذاهب اسلامی در بسیار از کشورها سفرم نمود و او یک آدم تقریبی بود، یک آدم اخوتی بود. در همه قضیه دفاع از مردم فلسطین در سال 1327 ایشان در مسجد پلخشتی که او وقت آقای سید اسماعیل بلخی هم یک جوان 20 چند ساله بود، کمیته که اونجا داشت، و در چنداول آقای استاد میر علی اصغر شعاع یک دوره معین وزارت مالیه هم بود، او مسئولیت صندوق کمک و اعانه به مردم فلسطین در اونجا داشت که من یک قبضش در ماه جوزای 1327 نشر شده بود که من خواندم 900 افغانی یک قلم کمکش زمان بوده. شما فکر کنید در سال 1327 در جوزای 1327. غرضی بود که ما از دکتر صاحب فخرالنساء تقاضا میکنیم که اگر سخنرانیای علامه فیضانی را داشته باشه ولو تبدیل نشده باشه به کسیت باشه، اگر در افغانستان باشه ما کسایی داریم که اونجا دریافت کنه به صورت امانت، و اگر اینجا هست میشه که او را تبدیل کنه به نرم افزار، در اختیار ما بگذاره، ما به صورت ویدیو تبدیل میکنیم که از او استفاده کنه و مردم بیشتر با شخصیتش آشنا شن. یک از کارهای رسانه‌ای یوتیوب جهاد فرهنگی هم بزرگوار دیگه بعد صحبت‌های دیگه بود باشه دیگه ان شاء الله. در بسیار تشکر صاحب. 55 دقیقه ما پره شده و بعضی بزرگوارا تازه تشریف آوردن. جناب استاد فروتن که تریبون نواندشی را اداره میکنه، الحق و الانصاف، یک وبسایت بسیار جامع است. ما همیشه میخونم و استفاده میکنم، و همچنان جناب آقای کاظمی که از جمله اولین خبرنگارای بود که به خاطر دفاع از مظلومیت مهاجرین در ایران زندانی شد. حالا اگه اجازه بدین فرمایشات دکتر صاحب صمیمی را بشنویم، بعد سوالات دکتر صاحب فخرالنساء را و برنامه را دی چهارشنبه ختم میکنیم. دکتر صاحب صمیمی بفرمایید. مایک شما خاموش است. با عرض معذرت از اینکه چی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. مایک روشن است. صدای من دارید؟ بله صدای شما را داریم. متاسفانه دوستان؟ بله ولی صدای شما ضعیف است. اگر چی کنین صاحب که تصویرتون ناچار خاموش کنین
تا صدای مبارک ما دقیق داشته باشیم و مختصر بفرمایید. ایال صدای مرا دارید؟ یک ذره خوبتر شد یا نه؟ حال بهتر شد صاحب، بفرمایید. بله شد؟ متاسفانه صدای شما ضعیف است دکتر صاحب صمیمی. صحبت‌های شما را بگذاریم در چهارشنبه آینده که انشالله اینترنت شاید وضعش خوب شود. خیلی عذر میخوام. صدای شما بسیار ضعیف است صاحب، شنیدن نمیشه. یقینا کیفیت ضبط بدتر از این میشه. اگر موافق باشین صحبت‌های شما رو بر چهارشنبه بعدی بگذاریم. منتها من حیث یک شنونده میخواستم همین مسئله شهادت را که اینا یاد کردن، چون مسئله حالا بیخی در افغانستان و در سطح بسیار ملت ما همی شهادت بسیار مود شده، برای هر کس استفاده میکنن. منظور من بود که می قسمت توضیح کنن که به چی استناد اینا حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و میگن که شهید شد، در صورتی که در تاریخ همیشه میخوانیم که و مرگ طبیعی خود بسیار حق پیوستن. خداوند بس ما را اونا را شفاعت های ما در روز محشر قرار بده. از جناب عادلی سپاسگزار هستم نسبت به حسن زنی که نسبت به قبلگاه ما دارن. فقط هم قدر میخواستم برشان بگویم که متاسفانه در سال 1352 وقتی که عمال داوود خانی ما را تلاشی کردن، در او وقت تبریکاردر قبله ما داشت که تقریبا 14 به حساب فیته ثبت کرده بودن از صدای خود، از این تبلیغات خود، که در جریان تلاشی که از طرف عمال داوود در خانه ما شد، یعنی تقریبا از سر شب تا به 3 بجه صبح تنها اتاق پدر مرا اینا تلاشی میکردن و ذره چیزایی که بود اونا را که خود اینا بردن. امو تبریکاردر صوتایی که بود اونا امرای در وقت تلاشی به حساب توسط استخبارات داوود گرفته شده از پیش ما. و بعد از خود جناب علامه صاحب در زندان بودن، در زندان اجازه نداشتن که ثبت کنن و گپا. بازم کوشش کرده بودن که 1-2 تیپ روان کرده بودن بر ما که او را ما از ترس ازی که وقتی کودتای 7 سال شد به حساب که ایره از پیش ما نگیرن، باز با وکلان ما ایره از پیش ما گرفتن بردن برای به حساب در ولایت لوگر در کدام جای ایره در زمین دفن کردن و پس آنها امو منطقه بمبارد شد، امو هم از بین رفت. دیگه حال ما هیچ صدای جناب علامه صاحب نداریم، تنها به استثنای یکی از بساب علاقات ذکری که شما میفهمین که اونا هم بساب در بخش ذکر و فکر هر دویش کار میکردن، یعنی مرشد طریقه قادریه بودن. تنها یک بساب صدای ذکرشان داریم که ذکر بساب میخواین که شروع کنن، اما آغازش بساب میگن و ایتو از تبلیغاتشان هیچ چیز نداریم. متاسفانه که خود ما تشنی شنیدن شستیم، اگر می بوده حتما در خدمت همه هموطنان میگذاریم. یعنی می توضیحات میخواستم بدم. تشکر دکتر صاحب، خیلی لطف کردین. دکتر صاحب یونس دست بالا کرده بود، بعد دکتر صاحب صمیمی. من فقط میخواستم به ارتباط سوال بی دکتر فخرالنسا بگویم که در قسمت رحلت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم فقه تسنن و فقه تشیع یک اختلاف داره و این چیزی که دکتر صمیمی گفتن این است که شهادت این نظر فقه تشیع از تسنن نیست و این باید واضح گفته شود بر مردم، برای از اینکه ما بگوییم که باز علما یا تاریخ نویسان ایتر یک چیز نوشته کردن، این به خیال من که کمک گفته از این مردم کنفیوزنگ و سردرگم کننده است. از این خاطر من میخواستم واضح کنم تحقیقات نشان میده که من چون نه شیعه هستم نه سنیستم، تحقیقات نشان میده که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم رحلت کردن و کدام سند در دست نیست، کدام تست صورت نگرفته که کی زهر در دستش داده و کی زهر نوشاندیش و تومتایی که سر حضرت عمر رضی الله عنه شده. این یک مطالعات من نشان میده که یک کار درست نبوده و ما تا یکی از گفتارهای ما این موضوع را چی کرده بودم، اما این برنامه باعث میشه که مثلا از این موضوع نوشته کنم. از شما تشکر میکنم. تشکر از شما دکتر صاحب. خب دکتر صاحب صمیمی بفرمایید، شما هم دست بالا کرده بودین، هم فرمایشات. اگر فرصتی هست خب مطالب رو ادامه بدیم، اگر نه که بذاریم جلسه بعد ان شاء الله. هر جور که
تشخیص حضرت علی باشه. اگر اجازه بتین مطالب بعد دفعه بعد بسپاریم. عادلی صاحب شما دستون بالاست، ولی اگر اجازه بتین که ادامه مطالب در برنامه بعد بگیریم بهتر است. سوال و پیشنهاد دکتر صاحب خیلی عمیق است به خاطر وحدت امت مسلمه. انشاءالله در این مورد صحبت های هست و این را در برنامه دیگه مطرح میکنیم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.